دوستان سلام، به نام خدا. حسین صمدی هستم از گروه آموزشی 0 تا 100 بورس. ازتون تقاضایی که داریم این فایل ها رو کماکان در اختیار شخص دیگه قرار ندید و هر گونه انتشار و بازنشر این فایل ها میتونه پیگرد قانونی داشته باشه. ترازنامه رو با همدیگه بررسی کردیم. بریم یک سری موارد رو هم با همدیگه داخل ترازنامه بررسی کنیم. حالا علل حساب تا بخوایم به مباحث اصلی برسیم، من 2 تا نسبت رو خدمتتون بگم. ببینید، نسبت جاری به ما میگه که دارایی جاری، حالا من یه هدف اینجا جا انداختیم انگار، دارایی جاریمون یعنی اون دارایی هامون که زیر 1 سال نقد میشن، تقسیم بر بدهی ها و اون بدهی هایی که باید زیر 1 سال دوباره پرداخت کنیم، به ما نسبت جاری رو میده. نسبت جاری چیه؟ نسبت جاری نشون میده که شرکت چقدر میتونه توی 1 سال اون بدهیایی رو که داشته پرداخت کنه. یعنی قاعدتا ما باید یه مقدار پول از دارایی جاریمون به دستمون بیاد که بخوام بدهی‌ها رو پرداخت کنیم دیگه. توی معمولا سالهایی که اون صنعت توی رونق هستش باید این 1 یا بیشتر از 1 باشه. هر چقدر حالا این قدرتش بیشتر از 1 باشه میتونه نشون دهنده وضعیت خوب اون شرکت باشه که حداقل پولی که به دستش میاد باهاش بدهی جاریش رو راحت میتونه پرداخت کنه. و یعنی ما یک مقدار بدهی داریم توی سال، خیلی ساده است، یه مقدارم پول زیر 1 سال دستمون میاد. قاعدتاً توی دوران رکود این باید بیشتر از 1 باشه دیگه. اگه کمتر باشه یه خورده شرایط آلارم خوبی نیست واسمون. ببینید، حالا این که برفرض شما یه مقدار پولی که دستتون میاد یا دارید بیشتر از 1.5 شدن همین درصد خوب نیستش. یعنی ما 2 برابر اون مقداری که بدهی داریم توی دارایی‌های جاریمون باشه که حالا میتونه موجودی نقدمون باشه، میتونه سرمایه‌گذاری کوتاه مدتمون باشه، اینم زیاد خوب نیستش. چرا؟ چون قاعدتاً وقتی ما بدهیامون رو میتونیم پوشش بدیم بهتره که پول رو ببریم، اون مقدار مازادش رو ببریم توی بلند مدت سرمایه گذاری کنیم دیگه. خب قاعدتاً همیشه بلند مدت سودش بیشتر از کوتاه مدت هستش دیگه توی اکثر موارد. پس ما تا 1.5 رو یعنی دارایی‌های جاریمون رو از ترازنامه استخراج میکنیم که الان میریم با همدیگه توی ترازنامه چند تا شرکت رو بررسی میکنیم. تقسیم بر بدهی جاریمون که میشه توی دوران رکود 1 تا 1.5 آیتم مثبتی برام محسوب میشه برای اون شرکت و چیز خوبیه دیگه. یه چیز دیگه هم هستش. ببینید، یه نسبت آنی هم داریم که معمولا یه سری از موجودی‌ها نقد نیستن دیگه. حالا برفرض حالا تو دوران رکود این قضیه خیلی جدی تر میشه دیگه. برفرض شما شرکت ذوب رو در نظر بگیرید. شرکت ذوب خب یه خورده تو شرایط خوبی نیستش. قاعدتاً تیراهنایی که میخواد بفروشه و سایر مواردش تو وضعیت خوبی نیستش و دوران رکود محسوب میشه. حالا موارد دیگه‌اش رو کار نداریم. یا برفرض سیمانی ها، الان که خب ساخت و ساز توی رکود هست، اصلا کلا تقاضایی برای صنعت سیمان نداریم. موجودی کالا این، حالا قسمت قبلم خدمتتون گفتم، هر چقدر دپو کنه توی انبارهاش برفرض تولید کرده جنس خیلی زیاد داره. اینا خب یه خورده سخت دوران رکود، شاید احتمالاً فروشش یه خورده سخت باشه دیگه. میایم از دارایی‌های جاریمون این موجودی کالا رو کم میکنیم، تقسیم بر بدهی جاریمون میکنیم. یعنی که واقعا بهش میگن آنی، یعنی خیلی زود میتونیم نقدشون کنیم. یعنی آنی فکر کنم از اسمش مشخص باشه دیگه، یعنی اون دارایی هایی که ما خیلی زود میتونیم تبدیل به پولشون بکنیم رو از اینجا به دست میاریم. اینم خب یه ملاک مثبتی هست واسمون. ببین مثلا ایران خودرو اون موقعی که یه کمپین تشکیل شده بود نه به خودروی داخلی، حالا نه به خودروی برفرض ایران خودرو یا سایپا، ایران خودرو تولید کرده بود انباراش، ماشینا رو چیده بود کنار همدیگه به صورت خیلی زیاد و ماشینا فروش نمیرفتش. بعد اومد یه شرایط ویژه‌ای گذاشتش، یه اقساط خیلی بلند مدت با سود برفرض کمتر و اینا رو اومد انجام داد تا بتونه که محصولش رو بفروشه. قاعدتا تو اون برهه‌ای که نمیتونست بفروشه، موجودی کالاش و اون تعداد اقلامی که درست کرده بود ولی فروش نمیرفت واسش دارایی جاری محسوب نمیشد.
یا محسوب میشد نقد شوندگیش این موجودی کالا پایین بود دیگه. این دارایی جاری به ما خیلی سار میتونه نشون بده دیگه. این نسبت آنی که ما اینجا داریم خیلی موارد رو به ما گوش زد میکنه. بریم داخل ترازنامه، فکر کنم بهتر متوجه شید. ببینید این الان برفرض برای شرکت سیمان تهرانه. سیمان تهران ما حالا میلیون ریال هستش. برای اینکه راحت تر بشه من حالا شما باید 6 تا صفر قاعدتاً جلوش بذارید، چون اعداد اینجا ذکر شده که کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال هستش. حالا چون به صورت مثال هستش من اینا رو به صورت تومان همینجا تومان میخونم. تومان. بعد میگیم که برفرض ببینید الان دارایی جاریش 3 میلیارد و 576 3 میلیارد و 576 این شد دارایی جاریش. بدهی جاریش چقدره؟ جمع بدهی جاریش 4 میلیارد و 627 تقسیم بر 4 میلیارد و 627 که بکنیم میاد تقریبا 7 دهم. میبینیم که نقد شوندگیش، ببخشید این نقد شوندگی درست نیستش اینجا که من به کار بردم. این پولی که دستش میاد اندازه بدهیاش نیستش تو یک سال. حالا یک چیز دیگه هم بیاید بررسی کنیم. بیاید اون نسبت آنیه هم حساب کنیم، چون سیمان الان میگیم توی دوره رکوده دیگه. یعنی ما میان از این 303 میلیارد و 576 908 هم کم میکنیم. 3 میلیارد و 576 منهای 908 میکنیم این سری که نسبت آنیش رو به دست بیاریم با توجه به اون فرمولی که نوشتیم. تقسیم بر 4 میلیارد و من دقیق‌ترش دوباره ببینم 4 میلیارد و 627 میبینیم که بله 5 دهم به دست اومد که میتونیم بگیم رقم خیلی زیادیه. یعنی برفرض اون آنی رو ما که میخوایم در نظر بگیریم میگیم که ما 1 میلیون بدهکاریم، تو سال 500 تومن دستمون میاد. این نمیتونه خبر خوبی برامون باشه و نشون میده که حداقل توی در این قسمت دارایی جاری به بدهی جاریمون وضعیت خوبی رو نداره. بریم یه شرکت دیگه. شرکت ذوباهن اصفهان. دارایی جاریش 26 میلیارده، بدهی جاریش 48 میلیارد. همین الان مشخصه که چقدر وضع شرکت از لحاظ بدهی خراب هستش و میبینیم که همینجا نیم به دست میاد، 5 دهم به دست میاد. حالا شما بیا موجودی مواد کالا رو هم کم کن، این 26 میلیارد 26 منهای 11 هم که بکنی تقسیم بر 48 بود فکر کنم، میبینیم که از لحاظ بدهی خیلی وضعیتش خرابه و این اصلا نشون دهنده چیز خوبی نیست. بریم یه شرکت دیگه. شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر. دارایی جاریش 49 میلیارده، بدهی جاریش 38 تا. می‌بینیم که این وضعیتش خوبه، یعنی پالایشگاهی‌ها نفت فروختن، حالا وضعیتشون هم خوبه. یه وقتایی بود که قیمت نفت پایین بود، حالا اون یه خورده قضیه رو خراب کرده بود، ولی الان می‌بینیم که 38 1.28 و این نشون میده که میتونه آیتم خوبی هستش. یعنی پولی که دستش میاد خیلی بیشتر از بدهیشه و این آیتم خوبیه. اینا معمولا رکودشون زیاد جدی نیستش دیگه. شرکت چیه؟ ایران خودرو دیزل با نماد خاور، ماشینای سنگین تولید میکنه برای شرکت ایران خودرو. 13 میلیون دارایی جاری داره، جمع بدهیش چقدره؟ 14. بیشتر هم هستش. حالا حتی اینا دوران رکود نیستن، ما بخوایم وضعیتش از لحاظ بدهی خوب نیستش ولی خب نزدیک به یک هستش، از این لحاظ بد نیستش. یه مورد دیگه هستش که اون رو هم حالا تو همین فایل خدمتتون میگم که بررسی میکنیم با هم دیگه. بعد حالا نسبت آنیش هم بخواید به دست بیارید 4 میلیارد باید کم کنید که 13 منهای 4 که ما بکنیم در میاد تقسیم بر 14 که بکنیم
نسبت آنی رو برای همه در نظر گرفتن زیاد جالب نیستش. تو دوران رکود معمولا ایران خودرو دیزل مشکلی از لحاظ فروش خودروهاش نداره دیگه، درسته؟ این برامون مشکلی نیستش. حالا شرکت خکاوه هم ببینیم، این یه خورده از لحاظ دارایی جاری وضعش خرابه. بعد حالا ببینید 11 میلیارد تقسیم بر 22 که بکنیم میبینیم که این یه خورده وضعیتش خوب نیستش و خاور قاعدتا از لحاظ این آیتم حداقل بهتر از خکاوه بود. دوتاشون هم دارن چیز تولید میکنن دوتاشون دارن ماشین سنگین، برای یکشون برای ایران خودرو تولید میکنه، یکشون برای سایپا. ولی میبینیم که بدهیای جاری خیلی بیشتر از دارایی جاری تو خکاوه. یه شرکت دیگه، شرکت فاملی، ببینید این 55 میلیارد دارایی جاری داره، 41 میلیارد بدهی جاری، یعنی این لحاظ وضعش خوب هستش دیگه. 55 رو که تقسیم بر 41 بکنیم میبینیم که 1.34 و خوب هستش از این لحاظ و از لحاظ فروش محصولاتش هم مشکلی نداره و میبینیم که پیش دریافت هم حتی برای محصولاتش داره دریافت میکنه دیگه، درسته؟ بریم روی مبحث بعدیمون. نسبت جایی رو بس فهمیدید، یعنی که ما توی اولین مرحله بیایم ببینیم که پول چقدر از یه لحاظ که شرکت ببینیم چجوریه دیگه، یعنی توی یه سال، زیر یه سال چقدر پول دستش میاد، چقدر پول بدهی داره دیگه و هر چقدر این به یک و تا 1.5 تو اون بازه قرار بگیره براش بهتر هستش این نسبت دیگه. بیشتر از 1.5 که بشه خوبه ها، ولی خب بهتر شرکت بره توی بلند مدت سرمایه گذاری کنه دیگه. این عدم مدیریت رو میرسونه که بیشتر از 1.5 باشه و باید اون قاعدتا مازاد رو ببره تو دارایی، تو سرمایه گذاری بلند مدت. ببینید یه چیز دیگه بگم، اول این زیان انباشته رو خدمتتون بگم. ببینید زیان انباشته یعنی این که شرکت امسال نتونست سود تولید کنه، یعنی اصلا ضررده بود، یه ضرری داره، یه زیانی داره، این جمع میشه. خب این جمع که شد هی جمع میشه، یه وقتایی از برفرض مثل خودروسازی ها زیانده هم. ببین این وقتا لازم نیستش که سهامدار بیاد بگه که آقا خب امسال زیان دادیم من زیان رو بدم و به همون نسبت معمولا توی بازار قیمتش میاد پایین به نسبت زیان. ولی یه نکته مهمی که هستش، زیان داشتن، زیان انباشته داشتن، یعنی شرکت 5 سال زیاندهه، هی زیانش رو هم دیگه جمع که میشه، بعد این که شرکت حالا یک سری اقدامات انجام داده اون زیان اومد بیرون، تا چند سال که این زیان انباشته رو کامل از بین نبره نمیتونه سود پرداخت کنه، یعنی دی پی اسی نمیتونه تو مجمع به سهامداراش بده. چرا؟ چون ببینید الان برفرض ما یه سوپرمارکت داریم، 5 سال ضرر دادیم، بعد اون ضررها جمع شده، ما جیبمون پرداخت نکردیم، هی ضررها جمع شده، بعد 5 سال امسال ما سوپرمارکتمون سودده شده، میگن نه آقا نمیتونیم ما بهتون سود بدیم، ما اول تا چند سال که کار کنیم این زیان رو پوشش بدیم، زیان انباشتمون صفر بشه برای اون 5 سالی که وضع خراب بود، بعد که زیانمون رو جبران کردیم میایم بهتون سود میدیم. یعنی یه شرکت که زیان انباشته داشت، شما یادتون باشه این شرکت اول باید زیان انباشته‌شو صفر کنه، ممکن تا چند سال کار کنه به این مقدار این زیان انباشته‌شو صفر کنه، بعد بیاد سود پرداخت کنه. بیاید بررسی کنیم از اول ببینیم کیا زیان انباشته دارن تو این شرکتایی که دیدیم. سیمان تهران سود داره، سود انباشته داره و این نشون میده که به ما زیان انباشته نداره برای این قضیه و حتی سود انباشته داره. ببینید یه وقتایی برفرض این برای چه شرکتیه، شرکت ذوب زیان انباشته داره، یعنی سالهای سال اومده نتونسته سود بسازه، یه مقدار زیادی ضرر انباشته، زیان انباشته داشته.
این 21 میلیارد زیان انباشته داره. اصلا سرمایه‌اش مگه چقدره؟ 33 میلیارد کل سرمایه‌شه. بعد 21 میلیارد زیان داره. این یه وقتایی، خیلی وقتا، ببین یه وقتایی میرسه اصلا طبق ماده 141 این به یه مقداری از سرمایه که میرسه باید تصمیم بگیرن که اصلا این شرکت رو منحل کنن یا یک راهی واسش پیدا کنن که اون موقع میان تجدید ارزیابی اجرا میکنن که واسهتون میگیم حالا توی بعضی از موارد. ولی میبینید که این 21 میلیارد زیان داره شرکت ذوب، بعد سرمایه‌اش 33 میلیارد. حالا شما خودتون رو ببینید دیگه، حساب کار رو بکنید دیگه. البته حالا بریم توی شرکت بعدی. شه بندر خوب وضعش خوبه، 13 میلیارد هم سود انباشته داره. این برای چه شرکتی بود؟ برای شرکت خاوره. 24 میلیارد. این جالبه نگاه کنید، 4 میلیارد سرمایه‌شه. حالا 4 میلیاردی که میگم نه، باید شما 6 تا صفر اضافه کنید، یه رقم زیادی میشه. من همینجوری دارم برای اینکه مقایسه کنیم با هم دیگه میگم 4 میلیارد. این بعدن چیز نشه. ببینید 4 تا ما سرمایه داریم، بعد 24 تا زیان داریم. یعنی به نسبت پولی که آوردن، به نسبت اون سرمایه‌ای که هست 8 برابرش، نه ببخشید 6 برابرش ما زیان داریم. این عمق فاجعه رو نشون میده دیگه. ببین اصلا کل دارایی که داره 19 میلیارده، بعد 24 میلیارد تومان زیان انباشته داره. برای خکاورم ببینید کلاً 13 میلیارد دارایی داره، 12 میلیاردش زیان انباشته است. سرمایه‌اش چقدره؟ 2 میلیارد. حالا اینایی که میگم دوباره تاکید میکنم که برای مقایسه هستش و شما باید 6 تا صفر رو اضافه که بکنید یه رقمای خیلی زیادی میشه. من فقط صرفا جهت مقایسه دارم اینجا میخونم. 2 تا سرمایه داره، 12 تا زیان. این نمیتونه قاعدتاً یه سه خوبی رو بهمون نشون بده دیگه. خودتون 2 تا 4 تا که بکنید متوجه میشید که چیز دیگه. بعد حالا یه سری وقتا میبینید که اینجور سهما میره بالا، یه سری خبرها میشه، ولی قاعدتا از لحاظ بنیادی که بخواید بررسی کنید ببینید که شرکتی که ببینید مثالش رو خدمتتون بخوام بگم، البته زمین دارن اینا به روز نکردن، ولی تو حالت کلی که الان توی ترازنامه داریم میبینیم ما کل پولایی که وام گرفتیم، حالا اینو تو قسمت دارایی بهتون میگم، وام گرفتیم و پول آوردیم، همه اینا مجموعاً اومدیم باش دارایی گرفتیم 13 میلیارده. بعد شما فکر کن که حالا این 13 میلیارد 22 تاشم جمع بدهیاش هم که میبینیم 22 میلیارد هم ما اینجا بدهی داریم. یعنی کلاً خیلی وضع خرابه دیگه. 13 میلیارد دارایی داریم، بعد اینور 22 میلیارد بدهی داریم، 12 تاشم زیان انباشته است که با این زیانه این واما جمع میشه بدهی‌ها رو ساپورت میکنه. یعنی بعد حالا البته قاعدش اینه که خب ما وقتی زیان داریم اینجا زیان انباشته داریم به یه سری بدهکاریم دیگه این پول رو دیگه، پس جمع اینا باید با این ردیف بشه 13 تا. ولی قاعدتا وقتی زیان انباشته رو میبینیم به این پی میبریم که زیاد وضع شرکت خوب نیستش. حالا اینجا برای فامیلی هم که میبینید که 22 میلیارد سود انباشته داره. یعنی 50 تا سرمایه شرکته، 22 تا سود انباشته داره. اینا رو با هم بررسی خواهیم کرد. بیایم یه نکته ای رو بررسی کنیم. ببین بهتون گفتیم دارایی، یعنی ما دارایی که الان داریم توی شرکت یه مقدارش رو قرض گرفتیم که بدهی هست و یه مقدارش حقوق صاحبان سهامه. یه مقدارش رو پول آوردیم، یه مقدارش رو قرض کردیم.
با اینا اومدیم دارایی گرفتیم، حالا موارد مختلف. ببینید توی ترازنامه که ما داریم بررسی میکنیم، مهمترین چیزی رو که به ما میتونه نشون بده این هستش که از این پولی که ما توی شرکت داریم چقدرش بدهیه، چقدرش برای سهامداراست، چقدرش سرمایه است. ما یعنی الان برای برفرض شرکت فامیلی رو که ببینیم از 131 تا 49 تاش بدهیه، یعنی 49 تقسیم بر 131 که بکنیم میبینیم که 37% شرکت بدهیه، قاعدتا بقیهش سهامه دیگه، یعنی ما 81 تاش سهامه. برای خکا و اینا که قضیه خیلی فرق میکنه، اصلا نمیتونیم اینجوری بررسی کنیم. خکا و خاور رو بیخیالش میشیم چون اصلا شرکت اونقدر دارایی نداره. بیایم برای شبنده رو ببینیم، پالایش نفت بندر عباس. میگیم که 73 تا دارایی داره، 39 تاش بدهیه، یعنی 39 تقسیم بر 73 که بکنیم میبینیم 53% بدهیه، قاعدتا 47 تاش هم از سهامداراست. ببینید این که شرکت بیشتر سرمایه‌اش بدهی باشه یا بیشتر سرمایه‌اش سهامدارا آورده باشن، این رو باید خدمتتون توی قسمت سود و زیان توضیح بدیم. ولی حالا علل حساب برای اینکه توی قسمت سود و زیان ما بیایم اهرم رو خدمتتون بگیم و اینا، یه دوتا مثال هم حل کنیم. اونجا اینو بدونید که شرکت چند درصدش بدهیه، اون دارایی که داره، چند درصدش برای سهامداراست. این دوباره برای ذوبه که زیان انباشتهش کارم رو خراب میکنه، که این 86% میبینیم که حالا نگاه کنیم دیگه، 86% 12 تقسیم بر 86 که بکنیم میبینیم که 8 دهم شرکت دارایی‌ای که ذوب داره 8 دهمش مال سهامداراست، مال که پول آوردن. منهای 1 که بکنیم 91% بدهیه. اینم بیشتر به خاطر این زیان انباشتمونه ها. ما باید بیایم مجموع حقوق صاحبان سهامو زیان میدونیم که برای سهامدار دیگه، یعنی زیان مال آدمایی که اونجا شریکن دیگه، قاعدتا از سرمایه‌مون کم میشه دیگه و سرمایه‌مون میبینید که چقدر کم شده. حالا باز خدا پدر ذوب بیامرزه که یه مقدار از سرمایهش مونده برای سهامدارا. شما خکاور رو که ببینید میبینید که اصلا سهامدارا به ازای هر سهم چقدر زیان دارن، یعنی نه تنها هیچ پولی از شرکت بده طلب ندارن، اینقدر زیان به ازای هر سهم هستش. این ذوب برای ستران یا همون سیمان تهران هم میبینیم که از 9 میلیاردی که داره 5 تاش مال بدهی، 4 تاش برای خود شرکت دیگه، 4 تاش برای سهامداراست دیگه. حالا این هم میبینید که اینم سود انباشته داره، یعنی به نسبت سرمایه‌اش میبینیم که سود انباشته تقریبا اندازه سرمایه‌اش داره. حالا این سود انباشتهش رو به ازای هر سهم شما میتونید برید از توی سایت TSE به دست بیارید و اونجا حساب کنید دیگه که چقدر میشه به ازای هر سهم سود انباشتهش. بعد حالا این رو خدمتتون گفتیم، فکر کنم زیان انباشته یه جایی شما متوجه نشدی. ببینید زیان انباشته، من مثال رو دوباره تکرار کنم خدمتتون. ما یه شرکت تولیدی هستن، 5 نفر اومدیم یه تولیدی زدیم. حالا برفرض یه مقداری پول آوردیم. ببینید شرکت که زیان میده
یعنی ما زیان دادیم، عوض اینکه برفرض 1 میلیون نفری پول آوردیم 5 میلیون پول داریم، این 1 میلیون برفرض 500,000 تومان تو این سال سود کنیم 500,000 تومان ضرر کردیم، این میاد زیان. حالا قاعدتا همیشه این نیستش که سهامدارا بیان پول بدن دیگه، میگیم که این باشه خب از سرمایه‌مون کم کنید دیگه. این میشه که یعنی ما 5 میلیون پول داشتیم 500 تومان زیان ساختیم، میگیم خب 500 تومان زیان امسال، خب باریکلا به این تولید. سال بعد میشه 500 تومان دیگه، سال بعد ضرر میکنیم، یا برفرض 400 تومان زیانمون میشه تو 2 سال 900 تومان. ما نه تنها سودی نکردیم بلکه توی 2 سال ما زیان هم ساختیم. بعد یه وقتایی میشه، حالا تو شرکت‌های بزرگ دیگه، ما 5 میلیون داشتیم آوردیم تو شرکت، یه مقدارم قرض کردیم، بعد میبینیم که اصلا تو این 5 سالی که ما کار کردیم 7 میلیون زیان بار آوردیم. یعنی این زیان یعنی بیشتر از سرمایه‌مونه که اون موقع دیگه وضع خیلی خرابه دیگه، که پولمون که رفته هیچی، یه مقدارم بدهکاری. این دیگه یه وضع بدیه قاعدتا دیگه. ببین برای خکاوه حالا برفرض حالا یه سری زمینا داره که باید بروز کنه دیگه قیمتش رو 8% توزیع، ولی وقتی از مقدار سرمایه میره بالا یه خورده وضع خراب میشه دیگه. حتی اصلا زیان هم باشه کلا خوب نیستش، حالا از سرمایه که بره بالاتر یه وضع اسفناکی ایجاد میکنه دیگه. مفهوم زیان انباشته اینه، شرکت که زیان انباشته داشته باشه به عنوان یه آیتم که حالا بخوایم بررسی کنیم خوب نیستش، ولی یه وقتایی هست شرکت برفرض میاد افزایش سرمایه میده برای اینکه زیانش رو پوشش بده، این میتونه باعث افزایش قیمت سهم بشه. یا یه سری کارا میکنه شرکت از زیانده بودن در میاد، یا یه سری قراردادهایی که تو آینده میبنده باعث میشه که شرکت باعث رشد قیمتش بشه. یا برفرض همین شرکت ذوب‌آهن، خب 2-3 سال پیش زیانش خیلی بیشتر بود، اومدن گفتن شرکت رو منحل کنیم یا افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی بدیم، گفتن خب ذوب‌آهن که نمیتونیم منحل کنیم، بیایم زمیناشو بروز کنیم دیگه. بعد اومد یه مقدار از زیانهاش رو پوشش داد، یعنی اومدن زمیناشون رو که بروز کردن یه مقدار از زیانهای انباشته‌شون رو پوشش داد. ولی زیان که اون باعث شد اون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی چون تاثیر روانی داشت باعث شد که قیمت سهم یک مقدار رشد داشته باشه. ولی شرکت می‌بینید که بنیادیش فعلا، حالا شرکت‌های مختلف از لحاظ این آیتم ها خوب نبود. ما 2 تا آیتم مهم رو امروز بررسی کردیم، 3 تا آیتم. یکی این که از لحاظ شرکت ساختار مالیش چجوریه، چند درصد بدهی محوره، چند درصد سهام محوره، چند درصد مربوط به سهامداراست. این یه آیتم بود. یه دونه زیان انباشته رو با هم دیگه خورده بازترش کردیم. یه مقدار یه نسبت دیگه بود که نسبت جاری بود، گفتیم شرکت چقدر پول دستش میاد، چقدر پول باید پرداخت کنه، چقدر باید بدهی صاف کنه امسال، که خب اینم یه آیتم بود که از لحاظ بنیادی با هم دیگه بررسی کردیم. این 3 تا آیتم برای شرکتایی که هستش بررسی کنید، گفتیم به چه درد میخوره دیگه. اون قسمت نسبتش رو توی سود و زیانه که میخوایم با هم بررسی کنیم بهتون میگم که میتونه چه تأثیرهایی رو داشته باشه و چقدر به دردمون میخوره. این خیلی مهمه، شاید الان متوجهش نشید که برفرض شرکت چقدر بدهی محور باشه، یا اصلا کیا بریم بدهی محور رو انتخاب کنیم. یعنی یه شرکت که از 100 میلیون 80 میلیونش وامه یه وقتایی خوب میشه برامون، یه وقتایی اون شرکتی برامون خوب میشه که بیشترش اون از 100 میلیون 80 میلیون 60 میلیونش سهامدارا آورده باشن. نمیتونیم بگیم که کدوم الان خوبه. صورت سود و زیان رو که بررسی کنیم متوجه میشید. فایلمون هم طولانی شد، ببخشید که خورده زیاد هم حرف زدیم. امیدوارم که فایل ها رو پیگیری کنید. ممنون از شما.